تا حالا شده که خودتون رو به خاطر تصمیمای احساسی و هیجانی سرزنش کنید؟ یا با خودتون فکر کنید که اگه مثلا توی فلان موقعیت یا فلان مقطع منطقی تر رفتار میکردم بهتر بود؟ همه ما این مدل تجربه ها رو داشتیم، مخصوصا اون اوایل جوانی و دوران نوجوانی که وقتی به خاطر یه تصمیم یا یه رفتار احساسی ضد حال میخوردیم، یا مثلا بعد از یه شکست عشقی شاید فاز اینو برمی داشتیم که کاشکی ربات بودم و کلاً هیچ احساسی نسبت به هیچ چیز و هیچ کسی نداشتم. حداقل میدونم من و خیلی از همسن و سالام که دوران تینیجریمون از اینجور احساسات رو پیدا میکردیم، از این فازا برمی داشتیم. دیگه نمیدونم تینیجرهای الان چطور باشن. ولی به طور کلی این یه باور قدیمیه که عقل بر احساسات برتری داره و آدم عاقل و بالغ احساسات خودش رو مهار میکنه و رفتارش سنجیده است. این قسمت به همین موضوع میپردازه. همین دوگانه عقل و احساس، یا منطق و هیجان، یا خرد و غریزه. میخوایم از این صحبت کنیم که آیا نداشتن احساسات یا مهار کردنشون واقعاً همون قدری که به همون گفتن خوبه؟ اصلا مهار احساسات شدنیه یا صرفاً یه تلاش عبث و آرزوی دیرینه است؟ آیا ما آدما بیشتر منطقی هستیم یا احساسی؟ آیا ما هستیم که داریم افکار و احساساتمون رو کنترل میکنیم یا در اصل احساساتمون هستن که ما رو کنترل میکنن و ما یه جورای خودمون رو گول میزنیم که عقل و خردمون بر احساساتمون غلبه کرده؟ درود و وقت بخیر به همه شنونده های پادکست یودمونیا. پادکستی که از یک زندگی بهتر و شکوفایی انسان در چارچوب علم روانشناسی، جامعه شناسی و فلسفه صحبت میکنه. من آرش هستم، راوی و میزبان شما، و به خاطر اینکه این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون خیلی خیلی سپاسگزارم. توی قسمت قبلی یه صحبت مفصلی داشتیم درباره ناامیدی دنیای مدرن. از این گفتیم که علیرغم این که نمودارا و جدولا و شاخصهای آماری همشون نشون میدن که الان بشر در ایمنترین و مرفه‌ترین دوران تمدن خودشه، اما افسردگی، انزوا، بی‌اعتمادی و به طور کلی بحران امید داره بیداد میکنه. تو اون قسمت از مفهوم امید صحبت کردیم و از این گفتیم که امید رو میشه به 3 عنصر کوچکتر تجزیه کرد. اون 3 عنصر امید چیا بودن؟ 1. کنترل و اراده، 2. ارزش و 3. جامعه. هر کدوم از این عناصر نباشن امید متلاشی میشه و به ناامیدی تبدیل میشه. حالا توی این قسمت من تمرکزم رو گذاشتم روی اولین عنصر امید، یعنی کنترل و اراده. قراره درباره مکانیزم تصمیم گیری و انتخاب توی انسان صحبت کنیم. از این بگیم که چی میشه که ما توی یه موقعیت به خصوص یک انتخاب به خصوص داریم؟ چی میشه که یک رفتار رو بارها و بارها و بارها ادامه میدیم تا اینکه تبدیل میشه به یه عادت، به یک جزئی از شخصیتمون؟ چی میشه که یه سری رفتارهای دیگر رو که خیلی هم سالم و منطقی و مفید به نظر میرسن نمیتونیم توی بلند مدت به عادت تبدیل کنیم؟ این اپیزودو من به شخصه یه جور دیگه دوست دارم، چون یکی از کاربردی ترین اپیزودهای یودمونیاست و احتمالاً بعد از این قسمت نگاهتون به این که چطور تصمیم میگیرید تغییر میکنه. این یه باور باستانیه. این باور که عقل و خرد بر احساسات و هیجانات برتری دارن و افراد بزرگ، خردمند و موفق کسانی هستند که رفتار سنجیده و بدور از احساس دارن و عقل و خردشون راهنمایی زندگیشونه. این که احساساتمون منشأ مشکلاتمون هستن و اگر کسی به دنبال حل مشکلاتشه
به دنبال یه زندگی پرفکت و درست و حسابیه، عقلش باید بیاد و کنترل رو دستش بگیره. این باور خیلی قدیمیه و برای همین اسمشو گذاشتم باور باستانی. از یونان باستان گرفته تا دوران مدرن و معاصر، هر چی فیلسوف و اندیشمند که بگید روی این موضوع تاکید کرده. مثلا سقراط همیشه روی اهمیت عقل برای رسیدن به فضیلت اخلاقی تاکید میکرده. یا افلاطون توی نظریه روح سگانش که روحو به 3 بخش تقسیم میکنه، عقل، خشم و میل، افلاطون میگفته که برای هماهنگی روح، عقل باید به اون 2 بخش دیگه که خشم و میل باشن باید سلطه داشته باشه. همینجوری بگیرید بیاید جلو، از ارسطو و بقیه فیلسوفای یونانی گرفته تا فارابی و محمد غزالی و ابن سینای خودمون و کنفوسیوس و کانت و دکارت و اینا، همه‌شون مضمون کلامشون این بوده که آقا عقل و خرد باید هیجانات و تمایلات حیوانی ما رو کنترل کنن. این وسط فقط یه زیگموند فروید بود که اومد کاسه‌کوزه این طرز تفکر رو با نظریه جنجالی و البته شجاعانش تغییر داد. فروید بود که حاضر شد خلاف جریان رودخونه شنا کنه و بگه که بخش بزرگی از چیزی که ما هستیم اتفاقاً توسط امیال و غرایز و احساساتی تعیین میشه که توی ناخودآگاه ما هستن. این باور باستانی حتی تا حد زیادی ملاک‌ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی ما رو هم میتونه تعیین کنه. مثلا ما وقتی یه ورزشکار یا یه قهرمان المپیک رو میبینیم که میاد از دیسیپلین و سخت کوشیش میگه، مثلا میگه من 9 ماه خانواده‌مو ندیدم تا مدال المپیک رو بگیرم، اکثر ما این آدمو تحسین میکنیم. یا مثلا کسایی مثل ایلان ماسک یا خیلی از این نابغه‌های تکنولوژی و کارآفرینای معروف و کله گنده وقتی میان از سخت کوشی شدید و نخوابیدن برای رسیدن به هدف و اینجور چیزا حرف میزنن، اینا برای ما الگو میشن، ما ستایششون میکنیم. که خب به نظر من البته اینا اشکالی نداره ها، ولی خب مشکل اصلی از اونجای شروع میشه که طرف مقابل این قضیه هم صدق میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی که به مواد یا به گل اعتیاد پیدا کرده، ما یه جور نگاه قضاوت کننده و سرزنشگرانه احتمالاً بهش داریم. یا مثلا کسی که اضافه وزن داره و چاقه و تا حالا n بار هم رژیم گرفته ولی هیچ کدوم تا آخرش رعایت نکرده، با این طرز تفکر خودش بوده که ضعیف بوده یا مقصر چاقی و فرم بد هیکلشه. حالا اینا که هیچی، یه سریا هستن از این آقایون سیگما و آلفای اینستاگرامی، از این مدرسای جذب بانوان و جذابیت و اینا که میخوان هر جور شده متقاعدت بکنن که تو هیچی از زندگی نمیفهمی، تو یه لوزر بدبختی و اگه میخوای یه چیزی بشی تو زندگیت فقط باید به حرف من گوش بکنی. اینا دیگه از همه سمی‌تر و تاکسیک‌ترن. اینو واقعا دیدم خودم که مثلا توی پیج یا کانالش طرف میاد میگه تو انتخاب کردی که افسرده باشی. افسردگی فقط یه دروغه که تو مرتب خودت به خودت میگی. اگه مثلا تو زندگیت هیچ امید و معنایی نداری، تقصیر خودت و از این مدل چرندیات. اینا دیگه واقعا خیلی خطرناک و پرتن. اگه قرار بود این فرض و باور باستانی درست باشه، من فکر نمی کنم به جز حد اکثر 10-15% مردم کسی مشکلی داشت. تازه همین 10-15% هم خیلی دست بالا گفتم. دیگه هیچ کس نباید چاق میموند، هیچ کس نباید کاراشو پشت گوش مینداخت، هیچ کس نباید به مواد و الکل و غیره و ذالک معتاد میشد. همه بچهای کنکوری باید فول تایم درس میخوندن. کلاً هیچ افراط و تفریط و جرم و اعتیاد و شکستی وجود نداشت. چون واقعاً کیه که مثلا بدی اعتیاد رو ندونه؟ خیلی از اونایی که کارشون به تزریق و کارتون خوابی رسیده میدونن که این موادی که میکشنه که زندگیشون رو سیاه کرده و به خاک سیاه نشوندتشون. هر کی کنکور داره با عقل سلیم خودش میتونه اینو تشخیص بده که باید نهایت توانش رو برای درس و تست بذاره تا به نتیجه برسه. دیگه نباید هیچ وقت برای اینکه بره سر گوشیش اینستاگرام رو چک کنه برای 3-4 ساعت پشت سر هم، یا برای اینکه با دوستاش بره گیم نت وسوسه بشه. و این باور باستانی که کاملا هم گمراه کننده است، چند تا پیامد خیلی بد داره. یکیش همین که ما بقیه و خودمون رو با همین متر و معیار قضاوت میکنیم. فلانی اگر موفق نیست، اگر اضافه وزن داره، اگه درسش خوب نیست، اگه بدقوله و دیر میاد سر قرار، همه اینا به خاطر اینه که نفهمه و تقصیر خودش. یا خودم اگر مثلا اهمال کاری میکنم، کارامو پشت گوش میندازم، ورزش رو شروع نمیکنم و اینا یعنی خودم مقصرم. یا خودم اگه مثلا اهمال کاری میکنم، کارامو پشت گوش میندازم، ورزش رو شروع نمیکنم و اینا یعنی خودم مقصرم. من یه نقص و ضعفی دارم. لابد یک حفره ای توی عقل و خرد من هست که نمیتونم به احساساتم غلبه کامل داشته باشم و زندگیم رو پرفکت کنم.
بعد اینجاست که صنعت موفقیت هم دیگه وارد میشه. امثال تونی رابینز و کتاب راز و مدرسای کراوات زن اینستاگرامی که میخوان بهتون پکیج موفقیت بفروشن و فلان روانشناس مشهور که یک کنفرانس و سمینار میذاره، تو همون کنفرانس و سمینار یه نسخه موفقیت رو برای 2000 نفر همزمان صادر میکنه. و جالبش هم همینه که شما وقتی بیفتی تو این بازی دیگه افتادی توش. همیشه باید هر چند وقتی یک بار یه هویت جدیدی برای خودت تشکیل بدی. یه میل غیر قابل توقف پیدا میکنی برای اینکه آره من باید خودم رو تغییر بدم، باید یه آدم جدید بشم. حالا دیگه زیاد به این قسمت نپردازم چون زیادی دیگه میرم تو حاشیه، ولی لب به مطلب این که آقا اگر این باور باستانی درست بود، اگر احساساتمون منشأ مشکلاتمون بودن و راه رسیدن به یک زندگی پرفکت و ایدئال و سرشار از موفقیت سلطه عقل و خرد بر احساسات بود، الیوت باید خوشبخت ترین مرد زمین میشد. حالا الیوت کیه؟ الیوت یه مرد موفق و محبوب بود. توی شرکت معتبر کار میکرد، تو کارش خوب بود، همکاراش دوستش داشتن، تو خانواده‌اش یه همسر و پدر خوب بود و کلاً زندگیش تقریباً یه زندگی ایدئال بود. ولی یه روز یه سردردی اومد سراغ الیوت که شب و روزش رو یکی کرد. یه سردردی که ولکنم نبود و هیچ مسکنی نمیتونست آرومش کنه. گذشت و این سردرده بهتر نشد که هیچ، بدترم شد. آخرش الیوت پاشد رفت پیش دکتر که ببینه جریان چیه. و متاسفانه دکتر خبر خیلی بدی برای الیوت داشت. یه تومور نسبتاً بزرگ، اونم توی قسمت جلوی مغز توی لوب پیشانی. این دلیل اون سردرد کلافه کننده الیوت بود. این الیوت قصه ما تو اولین فرصتی که تونست رفت اتاق عمل و عملاً با موفقیت انجام شد. دکترها تومور رو با موفقیت از مغزش خارج کردن و به نظر می رسید که همه چی به خیر و خوشی تموم شده. ولی نشد. اون الیوتی که هم وظیفه‌های سنگین شغلیش هم کار خانواده‌ش رو به خوبی هندل می‌کرد، حالا تو هر جفتش شدیداً به مشکل خورده بود. مثلا سر مسائل خیلی جزئی، مثل اینکه مثلا امضای پای یه نامه رو با خودکار آبی بزنه یا با خودکار مشکی 3 ساعت فکر می‌کرد تا به نتیجه برسه. دیگه برای مسابقه پسرش که خیلی مهم بود براش نرفت مدرسه. یه خرید کوچیکو انقدر طول میداد که دیگه اون روز کلاً به محل کارش نمی‌رسید. خلاصه اون آدمی که میتونست با یه بازده خیلی بالا 1000 تا کار و مسئله مختلف رو هندل کنه، حالا یه سیب زمینی تمام عیار شده بود که هر کار کوچیکی براش فیل هوا کردن بود. اولش هم خانواده‌اش هم همکاراش سعی کردن تا جایی که میتونن ملاحظه‌شو بکنن و کمکش بکنن، اما جواب نداد. هم از محل کارش اخراج شد، هم زنش ازش طلاق گرفت و رفت سراغ زندگی خودش. این تازه اول بدبختیاش بود. بعدها با یه زنی آشنا شد که زنه حسابی تیغش زد و همه یه دار و ندارش رو با خودش برد و الیوت آخرش به ورشکستگی رسید و بی خانمان شد و خلاصه کلاً زندگیش سیاه شد. دیگه داداشش دست به کار شد. داداشش دست الیوت رو گرفت بردش پیش دکترا که بفهمه چش شده که کلاً هیچ تکونی به خودش نمیده و دست رو دست گذاشته تا زندگیش با خاک یکسان بشه. همه ی دکترها وقتی از الیوت انواع و اقسام تستا رو میگرفتن به نظر میرسید همه چی نرماله و اوکیه. هم ضریب هوشیش مثل قبل از عمل بالا بود، هم حافظش درست کار میکرد، هم تو تستای منطق نمرش خوب بود. تا اینکه یه دکتری به اسم آنتونیو داماسیو به جز تست گرفتن تصمیم گرفت بشینه مثل یه روانشناس، یه تراپیست با الیوت مفصل حرف بزنه و بالاخره جوابی که دنبالش بود و پیدا کرد. الیوت عقل و منطق و حافظش کاملا سر جاش بود. تمام این اتفاقاتی که براش افتاده بود مثل طلاق، بیکاری، ورشکست شدن و بقیه چیزا رو کامل یادش بود و میتونست کامل توضیح بده که با چه ترتیبی و به چه شکلی اتفاق افتادن. اما نه میدونست چرا هیچ اقدامی براشون نکرده، نه هیچ حسی نسبت به این اتفاقا داشت. قشنگ همون سیب زمینی شده بود. همونقدر بی‌حس و خنثی نسبت به همه چیز. بعدش این آقای داماسیو، همون دکتر الیوت، اومد یه تستی ازش گرفت. هرچی عکس دلخراش و ناراحت کننده که از کشته های جنگ و قحطی زده ها و بچهای کشته شده دم دستش بود به الیوت نشون داد تا ببینه الیوت چه ریاکشنی نشون میده. و الیوت در برابر همه این عکس‌ها و صحنه‌های دلخراش همون سیب زمینیه بود. خنثی و بدون هیچ احساسی. اینجا بود
که جواب معمای الیوت کشف شد. الیوت منفعل و بی‌عمل شده بود و توانایی تصمیم گیری خودش رو از دست داده بود. نه به خاطر ضعف یا فقدان خرد و منطق، بلکه به خاطر ناتوانی در احساس کردن. اینکه الیوت نسبت به همه اتفاقات بد و شکستای زندگیش بی تفاوت شده بود و دیگه حتی تو جزئی ترین مسائل هم نمیتونست تصمیم بگیره، به خاطر این نبود که نمیدونست تصمیم‌ها و اتفاقات چه پیامدی دارن. به خاطر این نبود که نمیدونست خودکار آبی برای امضا زدن بهتره یا خودکار مشکی. به خاطر این نبود که نمیدونست این منفعلی باعث طلاق زنش و دلخوری بچهش میشه، بلکه فقط و فقط به خاطر این بود که بعد از عمل جراحی الیوت توانایی احساس کردن و احساساتش رو از دست داده بود. یه زمانی توی قرن 20 درمان افسردگی شدید، اضطراب شدید، اختلال روانپریشی حاد و توهم و هذیون و اینا با درمانی به نام لوبوتومی انجام میشد. آخرای فیلم شاتر آیلند هم یه اشاره‌ای به همین روش درمانی داره. لوبوتومی روشیه که توی اون با یه ابزار میله مانندی یه بخش‌هایی از لوب پیشانی مغز رو تخریب میکنن تا علائم اون اختلالات روانی، حالا افسردگی، اضطراب، هر چی که هست، کاهش پیدا کنه. در واقع لوب پیشانی مغز رو میان معیوب میکنن، تخریب میکنن تا فرد دیگه مثل قبل اون علائم اختلالش عذابش نده. و همیشه عوارض لوبوتومی این بوده که طرف توانایی تصمیم گیریش رو از دست میداده، انگیزش رو از دست میداده و اینجاشو داشته باشید، احساساتش هم به شدت کاهش پیدا میکرده. در واقع لوبوتومی یه جورایی راه حل پزشکی بوده برای رسیدن به اون نقطه ایدئالی که ارسطو و افلاطون و سقراط و کانت و دکارت و همه این فیلسوفا و اندیشمندا میگفتن. لوبوتومی پاسخ و راه حلی بود برای اینکه اون باور باستانی تحقق پیدا کنه. چرا؟ چون با لوبوتومی احساسات به شدت کاهش پیدا میکنن، تقریبا حذف میشن، بنابراین راه به بهترین شکل برای تسلط عقل و خرد فراهم میشه. مبارک افلاطون و ارسطو و سقراط و دکارت و بقیه اساتید. ولی خب مشکل اینجاست که اینطور نمیشه. الیوت که داستانش رو تعریف کردم لوبوتومی نشد، ولی عملاً به خاطر جراحی تومورش همون چیزی رو تجربه کرد که توی لوبوتومی سر بیمار میاد. هم جراحی الیوت هم لوبوتومی کاری میکنن که شما دیگه احساساتت به حداقل برسه. نتیجهش هم همین میشه که آدم تبدیل میشه به یه سیب زمینی تمام عیار که نه میتونه تصمیمی بگیره، نه جلوی هیچ اتفاق بدیو بگیره، نه کلاً هیچی. لوبوتومی تو همون قرن 20 هم عوارضش خیلی شدید بوده. انقدر شدید که شوروی استالین اولین کشوری شد که ممنوعش کرد. خود همین به اندازه کافی میگه چه خبره. یه دلیل جالبم براش آوردن شوروی‌ها. گفتن لوبوتومی روشیه که دیوانه رو به احمق تبدیل میکنه. بعد از شوروی دیگه کم کم تا دهه 50-60 میلادی این روش لوبوتومی کلاً کنسل شد. ولی هم لوبوتومی هم کیس الیوت یه درس خیلی خیلی مهم به بشر دادن. این که باور باستانی اشتباهه. این باور که عقل و خرد باید بر احساسات و هیجانات تسلط داشته باشن و اینکه احساساتمون منشأ مشکلاتمون هستن یه باور کاملا اشتباهه. اون آقای آنتونیو داماسیو، پزشکی که مشکل الیوت رو داشت حل می‌کرد، تمام این ماجرا رو توی کتاب معروفش که اسمش هست خطای دکارت توضیح داده و یه نتیجه خیلی مهم گرفته. اینکه ما اصلا بدون احساسات نمیتونیم هیچ تصمیم گیری درستی داشته باشیم. ما توانایی تصمیم گیریمون رو مدیون احساساتمون هستیم و احساسات نه تنها برای منطق مزاحمتی ندارن، بلکه برای یک تصمیم درست اصلا ضروری هستن. اما همه اینا رو گفتیم، آخر داستان الیوت چی میشه پس؟ هیچ. این بنده خدا هیچ درمانی دیگه براش وجود نداشت. آنتونیو داماسیو هم نتونست کار بیشتری براش انجام بده. هرچند این مورد یک کشف مهم و یک کتاب خیلی بزرگ ازش به جا موند، اما متاسفانه زندگی خود الیوت نابود شد و تا آخر عمرش مجبور شد که پیش برادرش زندگی کنه.
این سوال که آدمیزاد بیشتر یه موجود احساسیه یا یه موجود منطقی، یکی از اون سوالاییه که خیلی در موردش تحقیق شده. دانشمندا خیلی این سوالو بهش علاقه دارن. به خاطر اینکه بالاخره همیشه ما ادعا داشتیم که یکی از تفاوت‌های اصلی انسان و سایر حیوانات، در واقع تفاوت اصلی انسان و سایر حیوانات، همینه که انسان یک موجود عاقل و هوشمنده و مثل حیوانات دیگه نیستش که صرفاً بر اساس غرایز و احساساتش عمل بکنه. تا اینجای پادکست خیلی فلسفی حرف زدیم. حرفای فلسفیمون خیلی زیاد شده بود. اما تو این بخش می‌خوایم یکم علمی‌تر صحبت کنیم و بریم سراغ حوزه نوروساینس یا عصب شناسی. ببینید، مغز ما به شدت احساسیه و بیشتر از این که منطقی باشه بر اساس احساسات عمل میکنه. این موضوع هم از نظر ساختار مغز ثابت شده، هم از نظر تکاملی. یعنی چی؟ توی ساختار مغز بخش خیلی زیادی هستن که مرتبط با احساسات و هیجانات عمل میکنن. مثلا آمیگدال، تالاموس، هیپوتالاموس، هیپوکامپ. اینا همشون اجزای یک سیستمی هستن به نام سیستم لیمبیک. سیستم لیمبیک یک شبکه گسترده‌ای از نورون‌ها و عصب‌ها توی مغزه که مسئول پردازش احساسات و مسائلی مثل حافظه و انگیزه است. علاوه بر این بخشی که گفتم، مثلا آمیگدال، تالاموس، هیپوتالاموس و اینا، بخش خیلی بیشتری هم هستن که توی سیستم لیمبیک عمل میکنن، مثل باسال گانگلیا یا شیار کمربندی و اینا که دیگه اونجوری خیلی تخصصی میشه، منم نمیرم سراغ اونا. از طرف دیگه مهمترین و اصلی ترین بخش مغز که مربوط میشه به تفکر منطقی، تفکر عاقلانه، استدلال و مسائلی از این دست، لوب پیشانی یا فرونتال لوب هست و کورتکس پیش پیشانی یا پریفرونتال کورتکس که اونم جزئی از همون لوب پیشانیه. خیلی ساده تر بخوام بگم، باید اینجوری بگم که بخش‌های مربوط به هیجانات و احساسات توی مغز هم بیشترن، هم پراکنده‌تر و وسیع‌تر. ضمن اینکه اون بخشایی از مغز که مربوط میشن به پردازش و تحلیل احساسات از نظر تکاملی خیلی قدیمی‌تر از بخش‌های مربوط به تفکر منطقی هستند. بالاخره میدونید دیگه، ما یه چیزی داریم به نام تکامل، یه فرایند چند میلیون ساله و تو این پروسه تکامل مغزم رفته رفته در طی چند میلیون سال هی پیشرفت کرده و پیچیده‌تر شده. یعنی از مغز یک کرم ساده n میلیون سال قبل بگیرید تا بیاد و برسه به مغز انسان با این همه پیچیدگی و شیارای تو در تو که دیگه عجیبترین و پیچیده‌ترین مغزیه که خلقت تا حالا تونسته ایجاد بکنه. و رسیدن از اون مغز ساده به این مغز پیچیده و هوشمند با شیارهای تو در تو و توانایی‌های فوق‌العاده یه پروسه خیلی طولانی طی شده. بعد توی این پروسه اون بخشایی از مغز که مربوط به تفکر احساسی و هیجانات و کلاً احساسات هستند خیلی خیلی زودتر از اون بخشایی که مربوط به تفکر منطقی میشن تشکیل شده. به خاطر اینکه انسان‌های اولیه مهمترین چیزی که کمک می‌کرده زنده بمونن، کمک می‌کرده به بقاشون، تحلیل احساسات و استفاده از غرایزشون بوده، نه تفکر منطقی. اون انسان اولیه‌ای که مثلا 100,000 سال قبل زندگی می‌کرد نمی‌اومده گونیا و پرگار و خطکش و نقاله بذاره تا مثلا نقشه اون قلمرویی که می‌خوان برن شکار انجام بدن و درست رسم کنه، یا مهندسی بکنه که مثلا چه موادی رو باید استفاده کنه تا سرپناهش امن باشه. نمی‌اومده خیلی از اون تفکر منطقی و تواناییش برای استراتژی چیدن استفاده بکنه. ولی احساساتش برای اینکه بتونه با هم قبیله‌ایاش ارتباط بگیره و عضوی از گروه باقی بمونه مهم بودن. احساسات و غرایزش برای اینکه وقتی میره شکار زنده بمونه و شکار موفقی داشته باشه و زنده به خونه برگرده مهم بودن. بنابراین مغز آدمیزاد کاملاً متکی بر احساساته. حتی توی کتابی به نام ایموشنال از آقای لئونارد ملودینوف یه بحثی مطرح میشه که 90 تا 95% تصمیماتی که ما میگیریم به صورت ناخودآگاه تحت تأثیر احساساتمون هستن. نکته جالبترش اینه که احساسات کاملاً میتونن تفکر منطقی رو مختل کنن، مخصوصاً احساسات منفی. یه آزمایشی انجام دادن، اگر اشتباه نکنم برای سال 2014، که تو شرکت کننده ها باید یه سری مسئله استدلالی رو حل میکردن. از این مسئله هایی که یه گزاره منطقی به شما میدن و شما باید حلش کنی. شرکت کننده ها باید این مدل مسئله ها رو حل میکردن. یه تعدادی از این شرکت کننده ها فوبیای عنکبوت داشتن، یه تعداد دیگه هم این فوبیا رو نداشتن. و همه این شرکت کننده ها مسئله های یکسانی داده شده بود که باید با استفاده از منطق و استدلال حلش میکردن. فقط نکتهش اینجا بود که مثلا از 20 تا مسئله استدلالی
5 تا از مسئله ها محتواش مربوط به عنکبوت یا ترس از عنکبوت میشد. یعنی یه جوری با این سوالا ترس اونایی که فوبیای عنکبوت داشتن و قلقلک میدادن. نتیجهش این شد که کسایی که فوبیای عنکبوت داشتن تو حل مسئله های استدلالی ضعیفتر عمل کردن. تو اون آزمون نمره پایینتری گرفتن. چون وقتی این ترسشون از عنکبوت حتی در حد همون 4 تا سالی که دیده بودن تحریک شده بود، همین ترس کاری کرده بود که قدرت استدلال و منطقشون بیاد پایینتر. اینم یه نکته کاربردی تو این اپیزود تقدیم به شما. اینکه وقتی تو شرایطی هستید که احساسات منفی دارید، مثلا اضطراب شدید دارید، ترسیدید، عصبانی هستید یا غمگین هستید، اون موقع قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی و منطقتون مختل شده. در نتیجه اگر قرار تصمیم مهمی بگیرید یا برنامه ریزی خاصی بکنید، حواستون باشه وقتی نباشه که این احساسات منفیتون شدید هستند و ممکنه کار دستتون بدن. پس تا اینجا چیا فهمیدیم؟ اینکه مغز ما بیشتر تحت کنترل احساساتمونه تا منطق و استدلال. هرچند که ما خیلی دوست داریم خودمون رو متقاعد کنیم که نه، ما خیلی موجودات عاقل و هوشمندی هستیم و نسبت به بقیه مخلوقات خیلی همچین تافته جدا بافته ایم. ما خیلی دوست داریم خودمون رو متقاعد کنیم که تصمیمات درست رو گرفتیم. تصمیماتمون منطقی هستن. ولی اصل قضیه اینه که احساساتمون هستند که دارن تصمیمات ما رو رقم میزنن. ما با احساساتمون تصمیم میگیریم و بعدش توجیهات منطقی و عقلانیمون رو بسیج میکنیم تا برامون اون تصمیم احساسی رو کاملا درست و عاقلانه و منطقی جلوه بدن. ما انسان‌ها هر چقدر هم که موجودات پیشرفته و نابغه‌ای باشیم، بدون احساسات هیچ قدرتی برای تصمیم گیری نداریم. همه این مطالبی که من چند دقیقه قبل سعی کردم با توضیحات علمی و آزمایش و پژوهش بهتون بگم، آقای مارک منسن با یه مثال خیلی جالب توضیح میده. ما میتونیم مغز رو به یه جور ماشین تشبیه کنیم. مارک منسن اسمشو میذاره ماشین آگاهی. این ماشین آگاهی 2 تا سرنشین داره. یکیشون مغز احساسی، اون یکی هم مغز منطقی. ما فکر میکنیم فرمون ماشین دست مغز منطقیه و اونه که داره ماشین آگاهی رو به حرکت در میاره. مغز احساسی هم مثل یه جور بچه شیطونه که کنار دست راننده نشسته، هی بالا و پایین میپره، جفتک میندازه، نمیذاره که راننده که همون مغز منطقی باشه درست کارشو انجام بده. این همون باور باستانیه که اول این اپیزود دربارش مفصل صحبت کردم. اما واقعیت کاملاً برعکسه. راننده این ماشین آگاهی ما همون بچه شیطون است. همون مغز احساسیه که آروم نمیگیره، با هر چیزی حواسش پرت میشه، از هیچ فرمول و قاعده منطقی هم پیروی نمیکنه. مغز منطقی هم رو صندلی شاگرد کنارش نشسته. سعی میکنه هر چند وقت یه بار که لازم میشه فرمون رو یه جوری مهار بکنه که ماشین چپ نکنه، نره تو دره. اون توضیحاتی هم که چند دقیقه پیش دادم همین موضوع داشتن میگفتن، فقط با یه زبون علمی. حالا همه این حرفا یعنی چی؟ یعنی خرد و اراده به اون شکلی که ما تصور میکنیم و ادعاشو داریم تو زندگی ما نقش ندارن. ما نقش اراده و عقل و منطق خودمون رو خیلی بیشتر از حد واقعیش تصور میکنیم. خیلی اوور استیمیت میکنیمشون. در حالی که اساس کار مغز ما بر اساس احساسات، نه منطق. احساساته که سلطان مغزه، نه منطق. و اغلب مشکلاتی هم که ما تو زندگیمون داریم، اکثر مسائلی که مردم به خاطرش به روانشناس و تراپیست مراجعه میکنن، ریشه تو همون بخش احساسی مغز ما داره. من به لحاظ عقلی و منطقی میدونم این عادت پشت گوش انداختن کارام و دقیقه 90 بودنم استرس خیلی شدیدی بهم میده. همه چیزو بهم زهر میکنه. اما بازم ادامش میدم. چرا؟
چون حسش نیست کارمو اول وقت انجام بدم. من میدونم سیگار کشیدن برام بده ولی ادامهش میدم. چرا؟ چون حس و حال اون لحظه سیگار کشیدن رو دوست دارم. من میدونم که باید ورزش کنم که هیکلم بیاد رو فرم. اونجوری تیپم بهتر میشه، اعتماد به نفسم بالاتر میره. ولی بازم ورزش نمیکنم. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا آدرس باشگاهو نمیدونم. چرا؟ میدونم. هم آدرس باشگاهو بلدم، هم میدونم از کدوم مربی برنامه بگیرم، هم میدونم لباس ورزشی و مکمل از کجا بخرم، ولی حسش نیست. حس ورزش نیست. و این یه جورایی تلخه، چون مشکل اگه منطقی باشه که خوبه. بالاخره یه فرمولی چیزی وجود داره که آدم بتونه باهاشون مشکل رو حل بکنه. ولی مشکلای احساسی واقعا حل کردنشون سخته. سر و کله زدن با مغز احساسی وقتی پاشو کرده توی کفش که میخواد فلان چیز اتفاق بیفته واقعا کار سختیه. البته که سخت هست ولی نشدنی نیست. بهترین و مفیدترین حالت ماشین آگاهی اون جاییه که این دو سرنشین ماشین با همدیگه یه جور همکاری و ارتباط دارن. البته که مغز احساسی معمولاً کار خودش رو میکنه، ولی مغز منطقی هم همچین ضعیف و بی دست و پا نیست. مغز منطقی میتونه روی مغز احساسی تأثیر بذاره. بهش پیشنهاد بده که تو از کدوم مسیر برو، کجا دور بزن، کجا گاز بده، کجا ترمز بگیر. میتونه راهنماییش کنه که چی بهتره و چی بدتر. این موضوع تو روانشناسی و نوروساینس یه جورایی معادل همون خود تنظیمگری و تنظیم هیجانه. خود تنظیمگری و تنظیم هیجان که میشه همون همکاری و تعامل بین مغز منطقی و مغز احساسی، یکی از مهارت‌های خیلی مهمیه که من فکر نمی‌کنم هیچ آدمی واقعاً به صورت بی‌نقص بتونه انجامش بده. چون مهارت خیلی خیلی سختیه. مخصوصاً که گفتم دیگه مغز احساسیه که راننده ماشینه. اونه که تعیین میکنه ماشین چطوری و به چه سمتی حرکت کنه. و تازه بدتر این که تأثیری که مغز احساسی روی مغز منطقی میذاره اغلب اوقات و توی بیشتر آدما خیلی بیشتر از تأثیریه که مغز منطقی روی مغز احساسی میذاره. یه فلشبک بزنیم به همون آزمایش کسایی که فوبیای عنکبوت داشتن. اونا مغز احساسیشون قلقلک داده شده بود و به دنبالش مغز منطقیشون هم به خاطر همین ضعیف شده بود. به هر میزانی که مغز منطقی شما ضعیفتر، تمرین نکرده تر و تحصیل نکرده تر باشه، مغز احساسی راحت تر زورش بهش میرسه. اونایی که مغز احساسیشون تقریباً سلطه کامل داره و همه چیز رو صرفاً توی احساسات میبینن، اونا هم آخر عاقبت جالبی ندارن. کسی که کلاً فقط کارایی انجام میده که حال میکنه باهاشون، براش لذت بخش هستن، فقط کارایی انجام میده که حس و حال انجامشون رو داره، اگر به همین فرمون ادامه بده در نهایت یه جورایی همون بلایی رو سر خودش میاره که الیوت سر خودش آورد. الیوت با اون عمل جراحی که انجام داد عملاً مغز احساسیش رو از ماشین بیرون کرد و ماشین به خاطر اینکه راننده نداشت کلاً دیگه متوقف شد. اون کسایی هم که خودشونو مطلقاً وقف پلژر و کارای لذت بخش و دراگ و سکس و اینا میکنن، مغز منطقیشون رو از ماشین میندازن بیرون و اونجوری هم ماشین باز میره ته دره. مسیرها مخالف همه ولی تهش جفتشون به یه نقطه میرسن. بماند که کسایی که مغز منطقیشون ضعیفه و گوش به فرمان مغز احساسیشون هستن، پتانسیل خیلی زیادی دارن که گول پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای رو بخورن یا راحت با 2 تا کیسه سیب زمینی و 4 تا حرف پوپولیستی و زرد میشه تو انتخابات رأیشون رو خرید. در نهایت این باور که عقل و خرد باید کنترل رو در دست بگیرن باور اشتباهیه، چون کلاً مغز سیمکشیش اینجوری نیست و همچین اجازه ای رو نمیده. این باور که ما موجودات خردمند و هوشمندی هستیم که با منطق و عاقلانه تصمیم میگیریم، اینم باور اشتباهیه. ما بدون احساسات اصلا نمیتونیم تصمیم بگیریم. و این باور که احساسات رو باید سرکوب یا کنترل کرد، اینم باور اشتباهیه. احساسات رو باید پذیرفت، باید قبولشون کرد، باید باشون حرف زد. یه همکاری و تعامل درست و حسابی بین مغز منطقی و مغز احساسی ماشین آگاهی ما رو به بهترین شکل تو جاده جلو میبره.
تصور کنید که یک کشاورز هستید توی قرن 17 میلادی توی روستا حوالی مارسی فرانسه. تا زانو توی گلولای گیر کردی، داری به شلغمایی تو مزرعت رسیدگی میکنی و در همین حال تو همین لحظه پسر عمت پیر توی پاریس داره خوش میگذرونه و کنار اشراف و اعیان توی کاخهای لوکس و مجلل داره پیک میزنه. بالاخره چون تاجر گردن کلفت و با نفوذی هست، این براش طبیعیه دیگه. حالا تو دلت میخواد بهش بگی که چه آدم بی‌معرفتیه که نه تنها سر نمیزنه بهت، که حتی یه خط پیامم برات نفرستاده. ولی بهترین گزینه‌ای که داری اینه که یه نامه براش بنویسی، بدیش به یه سوارکار و پیک و امیدوار باشی که اون پیک توی راه نمیره و سالم نامه رو برسونه به دست پسر عمت. حالا برگردیم به همین زمان فعلی. مثلا سال 2023. شما میتونی با دوستت که توی تورنتوه این 1000 کیلومتر اونور کره زمین ویدیو کال کنی در حالی که روی مبل لم دادی و داری پیتزایی رو میخوری که اسنپ فود برات آورده. سیاره همون سیاره است، ولی زمین بازی کاملا عوض شده. دوران بردهداری خیلی وقته که تموم شده، ولی ما آدما هممون 2 تا ارباب داریم. ارباب زمان و ارباب مکان. هر چقدرم تقلا کنیم هیچ راهی نیست که از دست این 2 تا ارباب خلاص بشیم. این 2 تا ارباب من و تو و همه آدمایی که پا رو این سیاره گذاشتن و میذارن رو توی قفس گیر انداختن. جین یه دختر خیلی باهوش و خوش‌ذوقه که توی لندن زندگی میکنه، حوالی دهه 1650 میلادی. همه میدونن و اصلا جین به این معروفه که یه صدای خیلی قشنگ داره. صدای جین وقت آواز خوندن اونقدر قشنگه که میتونی چند ساعت به آوازش گوش کنی و خسته نشی. ولی خب چه میشه کرد که تاپ ترین تکنولوژی اون دوران یه دستگاه چاپه که باش میشه کتاب چاپ کرد. به درد ضبط صدا نمیخوره. البته همون کتابایی هم که با دستگاه چاپ منتشر میشن به درد جین نمیخورن، چون جین هر روز مشغول کفشوییه تا از اون طاعونی که کل لندن رو گرفته و مردمو داره دست میکشه جون سالم به در ببره و دیگه کلا وقت براش نمیمونه که هیچ کار دیگه ای انجام بده. آخرش هم این جین داستان ما توی 30 سالگی به خاطر سل میمیره و هیچ چیزی ازش به یادگار نمیمونه که صدای قشنگش رو به نسل‌های بعدی انتقال بده. ولی حالا توی قرن 21 ما اپلیکیشنایی داریم که باهاشون میتونی صداتو ضبط کنی، افکت بهش بدی و بعد منتشرش کنی و استعدادتو به کل جهان نشون بدی. جاستین بیبر هم داستان شهرتش از یه همچین چیزی شروع شد دیگه. زمان فقط رو به جلو نمیره، بلکه بسته به این که شما کی و تو چه بازه زمانی به دنیا اومدی یه کتاب قانون هم بهت میده. توی قرن 19 اگه میخواستی از نیویورک با خواهرت توی استرالیا حرف بزنی، یه نامه مینوشتی براش، میسپردی که با کشتی براش ببرن و امیدوار بودی که کشتی غرق نشه، به این امید که چند ماه بعد بتونی جواب نامه‌تو بگیری. اما الان فاصله ما با کسی که اون سر کره زمینه صرفاً فشار دادن چند تا دکمه روی اپلیکیشن. اما فقط زمان نیست. ارباب زمان بهت میگه که هنوز نه. ارباب مکان بهت میگه اینجا نه. بیایید داستان یه دختر دیگر رو تصور کنیم. زهرا یه دختر 16 ساله است توی یه روستای دور افتاده توی افغانستان. مغزش پر از ایده است. استعداد ریاضیش فوق‌العاده بالاست. شاید حتی اگه فرصتش بود میتونست یه مریم میرزاخانی بشه برای خودش. ولی مدرسه رو حتی تو خیالاتش هم نمیتونه تصور کنه. چون یه عده بدوی دیوانه که اونجا حاکم هستند قوانینی رو نوشتن که بر اساس اونا مدرسه برای دخترایی مثل زهرا ممنوع میشه. حالا یه مثال دیگه. فرض کن اسم دیگوه و یه ماهیگیر هستی اهل پرو توی قرن 15. در این صورت شما به کل عمرت هیچ وقت یک عنبر رو از نزدیک هم نمیبینی. چون نزدیکترین درخت عنبر یه قاره اون طرفتره و شما با قایق چوبیت بعیده بتونی از پهنای اقیانوس آرام رد بشی و بری اونور. حالا برگرد به زمان حال و هویت اصلیت. الان شما میتونی از در خونه بری بیرون و احتمالاً تو اولین میوه فروشی هم اگه نشه تو دومین میوه فروشی که سر راهت باشه میتونی عنبر رو برداری که از تایلند اومده. راه دور نریم.
همینجا تو همین ایران خودمون یه پسر درس خون و دانشجوی دانشگاه تهران برای اینکه زورگیرا لپتاپش رو ازش نگیرن چاقو خورد و توی 19 سالگیش از دنیا رفت. ماجراییه که فکر نمی‌کنم حالاها از حافظه ما پاک بشه. و جالبیش اینجاست که حدود 1 ماه 20 روز قبل از این اتفاق یه پسر 16 ساله لندنی $1,000,000 برای استارتاپ هوش مصنوعی که میخواست راه بندازه بهش سرمایه دادن. میشه بازم ادامه داد این مثالا رو، این داستانا رو بازم میشه تعریف کرد، ولی اصل قضیه همینه. ماجرایی که هم تراژیکه هم شاید یه جورای کمدیه. ما خیلی دوست داریم فکر کنیم که ارباب سرنوشتمون هستیم، ولی اون 2 تا ارباب اصلی، ارباب زمان و ارباب مکان، به ریشمون میخندن. برای یک کشاورز قرن 4 هجری توی بخارا یا یه وایکینگ توی سال 900 میلادی، این موقعیت که شما بشینی جلوی تلویزیون روی مبل لم بدی، سریال مورد علاقت رو ببینی و همزمان باهاش بستنی بخوری، این اصلا موقعیتی نیستش که بتونه درکش بکنه. اگه یه ماشین زمان داشتیم و میتونستیم اون کشاورزه رو یا اون وایکینگر رو از زمان خودش بیاریم تو زمان حال و همچین صحنه‌ای رو نشونش بدیم، اصلا نمیفهمید این چه فعالیتیه، چه هدفی داره، چه چیزی رو دنبال میکنه. ولی در عوض جفتشون حاضرن دار و ندارشون رو بدن که مثل من و شما به دوش آب گرم و غذا دسترسی داشته باشن. تمام پوینت حرفم اینه که ما مشتریای رستورانی هستیم که ارباب زمان و ارباب مکان مالکش هستن. ما میتونیم از تو منو اون چیزی که خودمون دوست داریم رو انتخاب بکنیم، درسته، اما اونا هستن که تعیین میکنن اصلا تو منو چی نوشته شده باشه. بحثم فقط بحث تکنولوژی و امکانات رفاهی و اینا نیستا، حتی عشق هم معنی دیگه‌ای پیدا کرده، احساسات هم معنی دیگه‌ای پیدا کردن. یه سرباز تو جنگ جهانی برای معشوقش نامه می نوشته و معلوم نبود وقتی اون نامه میرسه به دست اون دختر، اون سربازه هنوز زنده است یا یه گوله رفته وسط سینش. ولی الان به لطف سوشال مدیا و اپلیکیشن‌های دیتینگ شما تقریباً گزینه‌هات نامحدوده و با هر کسی یه مقدار شانسی رو داری که بتونی وارد رابطه بشی. این زمان و مکان هستند که تصمیم میگیرن داستان ما از کجا شروع بشه، اصلا شروع بشه یا نشه و کجا تموم بشه. البته ما هم یه کارایی میتونیم بکنیم و تا حالا هم کردیم. ما آدما هواپیما ساختیم، قطار و کشتی و ماشین ساختیم تا به ارباب مکان غلبه کنیم. سیستم‌های اتوماتیزه ساختیم، کامپیوتر و هوش مصنوعی ساختیم که کاری میکنن که کارهای طولانی که چند هفته یا چند ماه زمان میبردن ظرف چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام بشن. ولی باز هنوزم تو قفس زمان و مکان هستیم. من با اون دوستم توی تورنتو و برلین و بوستون میتونم ویدیو کال کنم، اما نمیتونم بغلش کنم، نمیتونم کنارش یه چایی بخورم. ما آدما احتمالاً همیشه توی قفس زمان و مکان بمونیم. البته بهتره به این 2 ارباب به چشم دشمنمون نگاه نکنیم. به چشم قواعد بازی بهشون نگاه کنیم. قواعدی که برای همه آدما صدق میکنه. اما در نهایت ما هر چقدر هم که دوست داشته باشیم خودمون رو ارباب سرنوشت خودمون تصور کنیم، از سلطه ارباب زمان و مکان خارج نمیشیم. امید یعنی شرایط بهتر و خوشایندی در آینده وجود داره و راه‌هایی هم وجود داره تا ما به اون شرایط خوشایند و بهتر برسیم. 3 عنصر اصلی امید رو در ذهن ما تشکیل میدن که با نبود هر کدومشون امید تبدیل به ناامیدی میشه. عنصر اول اراده، کنترل و خویشتن‌داریه. عنصر دوم ارزش و عنصر سوم جامعه. اینا چیزایی بود که من توی قسمت قبلی اپیزود 2 یودمونیا که اسمش ناامیدی دنیای مدرن بود گفتم. حالا تو این قسمت ما در مورد اولین عنصر امید صحبت کردیم، یعنی اراده و کنترل. تو این اپیزود که اسمش افسانه خرد و اراده بود،
از این گفتیم که باور باستانی ما مبنی بر این که برای رسیدن به یک زندگی مطلوب باید عقل و خردمون در کنترل باشه و احساسات سرکوب بشن، این باور کاملا اشتباهیه. ساختار مغز ما و روان ما یه جوریه که بدون احساسات تمام زندگی ما از هم میپاشه و عقل و خرد هیچ گرهی رو برامون باز نمیکنن. و همچنین از این گفتیم که ما توی سلطه ارباب زمان و ارباب مکان هستیم. دو اربابی که ما آدما رو در قفس بزرگی انداختن و همین قفس محدودمون کردن. ما تلاش‌های خیلی زیادی برای غلبه بر این قفس کردیم، مثل اختراع وسایل حمل و نقل سریع، هواپیما، کشتی، یا اختراع وسایلی که زمان رو برامون ذخیره و رام میکنن. اما این تلاش‌ها صرفاً کاری کرده که بودن تو این قفس یه کمی راحت‌تر بشه. در نهایت ما ارباب سرنوشت خودمون نیستیم. زمان و مکان هستن که اربابای اصلی هن. حالا این حرفا اصلا یعنی چی؟ آیا من قصد دارم جبرگرایی رو بهتون بفروشم و متقاعدتون بکنم که شما هیچ اختیار و کنترلی توی زندگیتون ندارید؟ نه، قطعاً نه. من هدفم از مرور و گفتن این مطالبی که درباره احساسات و محدودیت‌های زمانی و مکانی گفتم این بود که یه دید واقع بینانه تر رو باهاتون به اشتراک بذارم. هیچ راه حلی نمیتونه بدون راه رفتن روی زمین واقعیت‌های سخت مشکلات ما رو حل کنه و ما رو به یه زندگی بهتر برسونه. و واقعیت سخت ما هم اینه که یکی از واقعیت‌های سخت زندگی ما اینه که بدونیم ما بیشتر از اون چیزی که تصور می‌کنیم توسط احساساتمون کنترل میشیم. هرچند که خودمون فکر می‌کنیم ما هستیم که اونا رو تحت کنترل خودمون درآوردیم. جبر جغرافیا و دوره زمانی تمام بستر و کانتکست زندگی ما رو تعریف می‌کنن و ما باید خیلی خوششانس باشیم یا خیلی کوشا باشیم تا اگر در یک مکان یا یک دوره زمانی بعد قرار گرفتیم شرایطمون رو یک کمی تغییر بدیم و بهترش کنیم. در این حال این هم واقعیت داره که مغز منطقی ما میتونه روی مهار و هدایت احساساتمون تأثیر بذاره. ما به هر میزان که بزرگتر و بزرگتر میشیم و بالغتر میشیم بهتر یاد میگیریم که چجوری احساساتمون رو مدیریت کنیم. البته بهترین حالت و سالمترین حالت اینه که نخوایم احساساتمون رو کنترل کنیم و مهار کنیم و یه جور قلاده به گردنشون ببندیم، بلکه به جاش احساساتمون رو هر چی که هستن، چه منفی و چه مثبت، به رسمیت بشناسیم، باهاشون ارتباط بگیریم، به حرفای ذهن عاطفیمون گوش بدیم، مخصوصا وقتی که احساس بدی داریم، مثلا وقتی که یه چیزی شدیداً نگرانمون کرده یا باعث ترسمون شده یا یه کاری کرده که کلافه و عصبانی بشیم. ما وقتی بچه بودیم شاید اگه اسباب بازی مورد علاقمون رو برامون نمی‌خریدن کلی قشقرق را مینداختیم و میافتادیم تو فاز گریه و زاری. ولی الان که بزرگ شدیم میدونیم که زندگی ناکامی داره، ضد حال داره و اتفاقا اصلا ضد حالا و ناکامیاش خیلی بیشتر از وقتاییه که بهت حال میده و به چیزی که میخوای میرسی. برای همین دیگه اونجوری به هم نمیریزیم، فکر نمی‌کنیم دنیا تموم شده. سعی می‌کنیم مدارا کنیم، اون شرایط سخت رو تحمل کنیم، یه راه حلی براش پیدا کنیم، بالغانه رفتار کنیم. خلاصه یعنی امیدوارم که حداقل هممون بالغانه رفتار کنیم. ما به لطف تکنولوژی و اختراعاتمون هر روز بیشتر از قبل به محدودیت‌هایی که داشتیم غلبه می‌کنیم. ارتباط گرفتن با خواهر یا برادر یا یه دوستی که رفته یه قاره دیگه داره زندگی می‌کنه یه زمانی برای آدمیزاد یه امر محال بود. اما الان دیگه یه مسئله کاملاً بدیهیه برامون. غلبه به خیلی از بیماری‌ها و کمبودهای جغرافیایی زمانی رؤیا بود. اما الان تو این قضیه پیشرفت‌های واقعاً خوبی داشتیم. الان دیگه خودمون یه چیزی رو ساختیم که رو دست خودمون زده. بشر هوش مصنوعی رو ساخته که بیماری‌ها رو خیلی سریع‌تر تشخیص میده، محاسبات رو خیلی دقیق‌تر انجام میده و کارایی رو تو 1-2 دقیقه میکنه که یه تیم حرفه‌ای زمانی تو 6 ماه کاری پرفشار میتونستن انجام بدن. خیلی وقته که ویدیوهای دیپ فیک توشون چهره یه آدم معروف رو، مثلا یه بازیگر رو میذارن رو بدن یک آدم دیگه، یک کاراکتر دیگه و بعد تو ویدیو به واقع بینانه ترین شکل ممکن رفتار میکنه. یعنی میمیک صورت، حالات چهره، حرکات چشم، همه اینا کاملا واقع بینانه است. یا هوش مصنوعی آهنگی رو با صدای هاید خدا بیامرز میسازه که شما شک میکنی نکنه واقعا اون مرحوم این آهنگو خودش خونده. من خودم وقتی این چیزا رو میبینم یه ایده خیلی عجیب میاد تو ذهنم. اینکه شاید با همین اختراع هوش مصنوعی مفهوم مرگ هم عوض بشه و به دنبالش خیلی مفاهیم دیگه.
مثلا شاید 150 سال دیگه همچنان آهنگ‌هایی از ادل و تیلور سویفت بیاد بیرون، آلبوم بدن، در حالی که خودشون از دنیا رفتن و تکنولوژی و هوش مصنوعیه که صدا و کاراکتر اونا رو زنده نگه داشته. البته این حرف مشروط به اینه که خود این هنرمندا اجازه این کارو بدن. حالا اگه بخوام زیادی وارد این بحث بشم دیگه خیلی میرم تو حاشیه، ولی پوینت صحبتم به طور کلی اینه که تکنولوژی تا حد زیادی اون سلطه ارباب زمان و مکان رو روی ما تغییر داده. ما مغزمون بر اساس احساسات عمل میکنه، ولی هستن آدمایی که بین منطق و احساسشون یک تعادل سالمی رو برقرار کردن و زندگی خوب و نسبتاً بالانسی هم دارن. ما توی محدودیت زمان و مکان هستیم، اما آدمایی بودن که فراتر از زمان خودشون فکر کردن یا مرزها و محدودیت‌های جغرافیاشون رو شکستن یا حتی تغییرش دادن. هرچند که این مدل آدما خیلی کم و استثنایی هستند و بیشتر آدما همچین داستانی براشون پیش نمیاد، ولی واقعیت اینه که این کار شدنیه. ما باید حواسمون باشه که درباره خرد و اراده و قدرت کنترل خودمون افسانه سرایی نکنیم. واقعیت‌ها رو ببینیم. همون واقعیت‌هایی که تو این پادکست خیلی خیلی مفصل دربارشون صحبت کردم. و ضمناً یادمون باشه که این واقعیت‌های تلخ رو به چشم یه جور دشمن یا یه جور خصومت کائنات نبینیم. چون واقعاً دشمنمون نیستن، بلکه صرفاً قواعد زمین بازی هستن که ما بازی کناشیم. اگه تا اینجای اپیزود گوش دادین واقعا دمتون گرم. خیلی طولانی شده بود میدونم. من به شخصه به صمیمانه ترین شکل ممکن ازتون ممنون و سپاسگزارم و از ته دلم امیدوارم این اپیزود براتون جالب و مفید بوده باشه و به دلتون نشسته باشه. من خودم متعهد میدونم که با کیفیت ترین کاری که در توانم هست رو بهتون تقدیم کنم و به خاطر همین تک تک شماهایی که به پادکست یودمونیا گوش میکنید و به من فیدبک میدید یا حتی اگه فیدبک هم نمیدید، همتون برای من بسیار بسیار عزیز و محترمید. اپیزود 3 پادکست یودمونیا با اسم افسانه خرد و اراده اینجا به پایان میرسه. تو این اپیزود محور صحبت‌های من عنصر اول امید یعنی اراده و کنترل بود. تو قسمت بعد و قسمت‌های بعد میریم سراغ بقیه عناصر و جنبه‌های امید. اگر این اپیزود مورد پسندتون بوده یادتون نره که حتما پادکست یودمونیا رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و این قسمت یا هر قسمت دیگه‌ای که براتون جذاب بوده رو هم براشون بفرستید. پادکست یودمونیا هر جمعه ظهر ساعت 12 منتشر میشه و میتونید توی پلتفرم‌های کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و یوتیوب و البته کانال تلگراممون که آیدیش روی کاور این قسمت هست میتونید از اونجا بهش گوش بدید. راستی تا یادم نرفته اینم بگم تمام این آزمایش‌ها و موضوعاتی که تو این پادکست گفتم یا کتابایی که معرفی کردم بعد از پخش این اپیزود توی کانال تلگرام ما قرار میگیرن برای اونایی که خودشون هم اهل مطالعه هستن یا کنجکاون که بیشتر بدونن. کانال تلگرام برای همچین مسائلیه و البته یه سری مطالب جالب دیگه‌ای که حالا من تو خود پادکست نمیارمشون اما به حرفایی که میزنم مرتبطن. ممنون که با این قسمت از پادکست یودمونیا همراه بودید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. آرزوی این که مغز منطقی و مغز عاطفیتون با هم در صلح و همکاری باشن و محدودیت‌های زمان و مکان مانع زندگی ایدئالتون نشن. امیدوارم سالم و سرزنده باشید تا هفته بعدی و اپیزود بعدی یودمونیا. خدا نگهدار.